همه حرب خودش فریب است. همه وقت جنگ کشید مقابل حرکت میکنی که همی فریب کنی و از پسش از یه جوش مثلا که بزنی تو که چور کنی غلبه کنی. یا همین کدام مثلا مشت کشتین هم که باشه این طرف میکنی و با طرف دیگر میغلطونیش. یا مثلا همین بوکس هم باشه این دست نشون میدی و دست دیگری خطی ایتا گفتی هم مردم بر میبندی. همین چی هست که جنگ خودش چی هست؟ فریب است. همه حرب خودش خدیعت هست که در انمی حالات پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفته است که رخصت داده که بر مقابل دشمن حرکت میکنی که غلبه کنی. دویم حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی دین مبین اسلام دروغ رخصت دادن در حالتی که بین دو آدم قاری آشتی بده. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، به اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. دوری های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد. اخلاق حسنه است به خاطر عمل صالحی که کرده است، به خاطری که عملی را میکند که خدا و پیامبر و عمل دوست میدارد. اصلا حسن قبح چی است؟ چی را خوب میگن چی را بد میگن. خوب و بد ما نمیدونیم. میگه که الحسن ما حسنه شرع و القبح ما قبحه شرع. خوب چیزی هست که شریعت او را خوب گفته است و بد چیزی هست که شریعت او را بد گفته است. هر چیزی را که شریعت حسنه گفته است نیکو گفته است او نیکوه. هر چیزی را که شریعت قبح گفته است قباحت گفته است رذالت گفته است و البته قباحت و رذالت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار 3 عمل را فرمود و در 3 عمل خودش ضامن کرد و گفت من ضامن هستم. یعنی 3 عمل هست 3 کاری هست که یک تا پیامبر گفت اگر همه عمل شما به جا بیارین من ضامنی امو کار. ضامن به معنای امروزه مثلا چخیل میگن یک چیزا میگن که فلان کارا گارانتی هم میتون گفتگی کفیل. حبیب خدا گفت انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک میراعا و این کان محقا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من ضامن هستم کفیل هستم به یک قصر در اطراف جنت برای کسی که لمن ترک میراع و این کان محقا ترک جنجال کند اگر چنده که به حق هم کی باشد. یعنی اصلا جنگ ها از جنجال سر می شود. همه گفتگو می شود بگو می شود از دو طرف خبربری و خبریاری می شود. شیطان های اینسی و شیطان های جینی کار کرده بین همه وقتی که دراز عمل کرد یک جنگ برپا می شود. همش از گفتگو و از همه جنجال سر می شود. پیامبر گفت هر کسی که از بین شما امتم گفت اگر ترک جنجال کند من ضامن میشم کفیل میشم و یک قصر در اطراف جنت. یعنی در اطراف جنت یک قصر جنتی را من پیامبر گفت ضامن میشم کفیل میشم برای همون نفری که ترک جنجال کند. جنجال کردن اصلا خصلت خوبی نیست. جنجال کردن و کشمکش کردن. پیامبر ببین پیامبر نازنینه که میگه و این کان محقا اگر چند در همون جنجال تو بر حق هم که باشی تو چیکار کن ترک کن جنجاله. یک قصر در اطراف جنت کار میکنی. پیامبر گفت کفیل میشم با یک قصر در اطراف جنت وقتی که تو ترک جنجال کردی اگر چندی به حق هم که باشی. ببینی که قبول نمیکنه حقه چیکار میکنه؟ خاموش ایستادن افضل تر و بهتر است. اگر خاموش نایستادی باز احوال چی است بدتر میشه. و دیوم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم فرمود و ببیت فی وسط الجنه لمن ترک الكذب و این کان مازحا. و دیوم
پیامبر صلی الله علیه و سلام فرمود که من با یک قصر در بین جنت، در وسط جنت ضامن میشم، کفیل میشم برای کسی که ترک دروغگویی کنه، اگر چنده که به مزاح هم باشه. یعنی دروغ گفتن به مزاح هم دروغ نویسونده میشه. یک کس مثلا یک شوخی میکنه، مسخره بازی میکنه و در دوام همون یک کلمه دروغ میگه تا که مردم مثلا که بخندن، همون هم دروغ نویسونده میشه. حتی به اندازه که کودک تا گو وقت میشه بچم ولسفیدت میخرم فلان سوره را از یاد کن، بچم فلان چیز میخرمت گفته، اگر وعدش کردی باید وفا کنی، اگر وفا نکردی همین هم دروغ نویسونده میشه اگر چندی تفلک هم باشه. و دیگر بدی همین عمل، همین کار همین است که همون کودک الکی وعده خلافی را از پدری خودش میآموزه، از پدری خودش دروغ گفتن وعده خلافی را الکی میآموزه. او دیگر اگه بزرگ شوه و کلان شوه چی میشه دیگر؟ الکی تعلیم دهنده هم خیلی تعلیمش کرد. پیامبر گفت با یک قصر در بین جنت ضامن میشم برای کسی ترک دروغگویی کنه. البته که دروغ گفتن خودش منع است، دروغگو را پیامبر صلی الله علیه و سلم مذمت کرده است. الکذاب لا امتی، دروغگو امتی من است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه. دروغ گفتن البته که بعضی از بزرگا سه حالت در رخصت دادگیان. یعنی دروغی که مثلا در سه حالت رخصت دادن، یکی در حالت جنگ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الحرب خدیعتون یا خدعتون، همین حرب خودش فریب است. همه وقت جنگ کشید مقابل تا حرکت میکنی که همین فریب کنی و از پسش از یه جوش مثلا که بزنی تو که چور کنی غلبه کنی، یا همین کدام مثلا مشت کشتین هم که باشه این طرف میکنی و با طرف دیگر میغلطونیش، یا مثلا این بوکس هم باشه این دست نشون میدی دست دیگری خطی ایتا گفتی هم مردم بر میبندی. همین چی هست که جنگ خودش چی هست؟ فریب است. همه حرب خودش خدیعت هست که در انمی حالات پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفته است که رخصت داده که در مقابل دشمن حرکت میکنی که غلبه کنی. دویم حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی دین مبین اسلام دروغ رخصت دادن در حالتی که بین دو آدم قاری آشتی بدرونی. دو نفر با یکدیگر قاری هم دشمن هم بد میبینن. مثلا شما پیش یک کس میآید میگه که ای فلانی اکا همون فلانی از گپای گفتگیش بسیار پشیمان شده که میگه که ما در حق همون حقیقتا ظلم کردیم، ناگاه گپای ناجوز زدیم، از همه گفتگی گپام پشیمان شدگیم. هر چیز گفته است دروغ گفته است از جانب دشمن این نفر، هر چیز میگی دروغ میگی، با در پیش او میره همه گپا رو با او تکرار میکنه که همین فلانی از گفتگیش پشیمان آیا، مقصد آدم خوب آیا، میگه ما ناجو کردیم، شیطان وسوسه کرد، بعد راه هم کرد. اونانی تا که در بین دو نفر آدم قهری و جنگی آشتی آوردن، صلح آوردن، اگر دروغ هم بگوید در حالت رخصت های. دیگه حالتی که دروغ گفتن رخصت های بین دو نفری که قهر هستن و بین هم آشتی برونی. البته در حالت قهر هر نفری که یکم دست دراز میکنه آشتی میکنه اول او جنت میره. حضرت امام محمد حنفیه دودر حضرت امام حسن امام حسین دودرشون بود، اما مردشون از فاطمه زهرا دیگره. با اینشان یک برادر بدن. این مثلا گاه میشه که یک مثلا دماغی آدم دیگرگون میشه، این بیگناه حتی در بین برادرها میشه. این هست، لیکن حقی شیطان بیکار نمیسته. و حضرت را امام را خیلی آدم میان میگن که خیلی فلان بعد راه میکنن. با حضرت امام محمد حنفیه را میرانی از جمله تابعین حضرت امام محمد حنفیه در همه واقعهای کربلا نبودن شخصیت و هر چقدر حضرت علی پیش از دنیا گذاشتنش در همه حالت نزع جان امام را تاکید کرد که همین بچه مرا نگاه بکنید. محمد حنفیه را نگاه بسیار دوستش می‌داشت و از فاطمه زهرا نبود، در حالت جنگ هم خردسال بود. بعدا پیش حضرت امام محمد حنفیه میان میگن که همین برادرات در حق تو گپای ناجا گفتن، ظلم کردن، دیگر میخوان بینشون که یک ناسازی بیارن، یک جنگ جدال بیارن. حضرت امام محمد حنفیه میگه که ای برادرها، میگه
خب این شخصیت هایی که از نومی و در مگب زدیسین پدرمون یگه حضرت علیه، اما مادر او از مادر ما بهتره. مادر او را فاطمه زهرا میگن، جیگرگوشه رسول الله میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که الفاطمه تو بضعة منی، فاطمه یک پاره منه. کسی که فاطمه را بد میگه همچنانی که مرا بد دیده، فاطمه یک پاره من است. گفت محمد حنفیه که مادر اوها ای مادر ما بهتره، پدرمون یگن، اما خودشون از خودی ما بهتر هستن. و من یکم قدم زده نمیرم به خاطر دست دراز کردن که از بابامون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبرش شنیدگی هستم که هر نفری که قاری باشن، کسی که یکم قدم زده برای دست دراز کنه پیش پیش این جنت میره. من نمیخوام که پیش پیش امامو جنت برم، میخوام که اونها یکم سلام کنن او پیشتر به جنت برن، من از قفای او برم که مرتبه اولا از ما بالا است. انا که ببین اینو مرد بدن، مرد. خب دیم اکه پیامبر صلی الله علیه دین مبین اسلام بیان کرده که در حالت جنگ رخصت دروفتن، دیم در حالت قهری را اشتی درو آوردن رخصت.